در سرزمینی که آفتاب بر فراز کوههای آسمان بوس نور می پاشد، در دیاری که تاریخ با فرهنگ هم نفس است، جشن فرا رسید که از بامداد تاریخ تا به امروز نور زندگی را می آورد. وقتی که آسمان هنوز در آغوش تاریکی است، در دل تاجیکستان روشنایی امید فروزان است. اینجا نوروز است، جشن احیای طبیعت و آغاز زندگی نو. ساعت به وقت دوشنبه 3 شب، مکان باغ غلبه شهر دوشنبه. هوای پایتخت کشور پر از ساز و نوا و دف و تاز است، زیرا که از روی تقویم اجدادی به تاجیکستان نوروز آمد. درود و مهر به کل بینندگان ارجمند برنامه‌های تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. و امروز در این هوای جذاب و پر از ساز و راز شما را به تماشای عنعنه‌های جشن نوروزی دعوت میکنیم. مرحبا. بینندگان ارجمند، عین حال ما روانه میگردیم به بزمگاه، مکانی که آتش جشن نوروز اینجا برافروخته شد. این است هوای نوروزی در شهر دوشنبه، پایتخت ارجمندمان که همه با یک شب و ساز و راز اینجا. نوروز مبارک! نوروز مبارک! سلام! احساس چگونه است؟ لذت میبریم حتما. معقول پیسند آمد! پیسند آمد! نوروزی تاجیکستان! بسیار مهربانند اینجا، بسیار زنده است این جشن. عالی! خوش آمده! پیسازتون برقصه! خوش آمده! از دستی غمر گشته یزان، ای سروی چمن گلی بخوام، ای سروی چمن گلی بخوام. دادی تو مرا خیلی آزار، دادی تو مرا خیلی آزاره. گلخن رمز پاکی و رمز روشنایی است. مردم با آرزوهای نیک گرد آن جمع می آیند تا به دل پاک به سال نو قدم گذارند. اینجا هر شعله یک آرزوست، هر تبسم یک امید به فردای درخشان است. من چی گفتم شیرین جانم، از من چرا گرفتن و کهولری سیار است، سعید را زنده گرفتن و کهولری سیار است. من برای اولین بار به تاجیکستان میام
از فرهنگ تاجیکستان، فرهنگ کهن و غنی تاجیکستان واقعا سورپریز شدم. خیلی زیباست، مردم خیلی مهربان، خیلی دلخوش و این جشن نوروزی رو چقدر زیبا برگزار میکنن، چقدر زیبا، چقدر از واقعا من مدهوش شدم. خیلی خیلی دلم به اینجا جا گرفت. امیدوارم که ملت تاجیکستان همیشه سربلند باشد. بینندگان عزیز، این گونه است هوای نوروزی در باغ غلبه شهر دوشنبه. اینجا سراسر پر از سیاحان خارجی است که از جشن نوروزی تاجیکان از گوشت حیرت می‌رسند. بلبلی مستی مستی مسته، بلبل با شاخی گل نشسته. نوروز مبارک. تأثیرات درباره نوروز چی خیر؟ خوش آمدید به تاجیکستان. نوروز مبارک. سرک نرکی گل ها را بدون میکنی. صدها سیاح خارجی شاهد این منظره ناتکرارند. رقص و بازی، خوشحالی و ساز و راز سرشار از صمیمیت. این است زبان شادی نوروز تاجیکان.
در اینجا سمانک میپزند، رمز برکت و فراوانی. صدای سرود، خنده زنان و گرمی دیگ همه از این عنعنه‌های باستانی ملت تاجیک قصه میکنند که جهانگردان از دیدن و چشیدن این خوراک اجداده لذت میبرند. خوش آمدید به تاجیکستان. مرسی، خیلی غذا خوشمزه‌ایه. تأثیرات درباره جشن نوروز تاجیکستان چگونه؟ به خاطر شرکت در جشن نوروز اومدیم اینجا. از هامبورگ تا اینجا اومدیم. ولی ایرانی هستیم، در هامبورگ زندگی می‌کنیم. خوش آمدید به تاجیکستان صمیمانه. باری اول است که میچشه. بله. تأثیرات با لذت. لذت. خوش آمدید. خوشی جان. شما چی؟ نام من آرمانه. از کجا اومده؟ من از آمریکا اومدم. آها. بار اول از به تاجیکستان میآید؟ بار اول تو تاجیکستان. اینقدر خوشحالم که اینجا هستم روز نوروز. چگونه؟ چی تأثیراتی داره درباره نوروز تاجیکستان؟ خیلی نزدیک نوروز که ایرانیام هم دارن، مام بابام از ایران هستن. بعد همه اینقدر شاد هستن، همه میرقصن. خیلی خوشحالم اینجا هستم. خوش آمدید. من بسیار خوشبخت برای این نوروز. First Nowruz in Tajikistan, my first one. Yes. What's your opinion about Tajikistan? Beautiful country, beautiful people, the culture, it's magic. That's my only word for it. Magical. What about Nowruz holiday? I feel so connected to the history. I've read about it, I've learned about it, so to finally be in this experience, embodied, it's undescribable. I'm speechless. Rahmatika Allah. بینندگان ارجمند، اینک با رسیدن ملکه نوروزی به نزد مجسمه اسماعیل سامانی پیک نوروزی و
دل دوشنبه شهر باستانی رسانیده شد و با تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشد، زیرا تمام تنتنه‌های جشن نوروز را منظور شما میکنه. نوروز بیا با جشن یاران برآمد، بر دامن سبز کوهساران برآمد. گلخونچه تو به حسن یاران بس است، بر دامن سبز کوهساران برآمد. درود و مهر به کل بینندگان ارجمند. عین حال ما قرار داریم در باغ ایرم شهر دوشنبه در فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی. در اینجا تنتنه‌های نوروز عالم افروز با شکوه ادامه دارند. بیایید تا از این تنتنه‌های جذاب و جالب و دیدنی با هم دیدن نماییم. رفت. روز نو ادامه می‌یابد. در باغ زیبای ایرم شهر دوشنبه فضای دیگر حکم فرماست. اینجا فستیوال نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی ادامه دارد. صدها سیاحان خارجی شاهد این منظره نادرند. آنها فرهنگ زنده تاجیکان را نه تنها در اینجا می‌بینند، بلکه احساس می‌کنند. رقص، بازی و شادمانی. نوروز این زبان یگانه است که آن را می‌فهماند. بینندگان ارجمند، نوروز عجب مبارک. و اینجا گلخن نوروزی امسال ما برافروخته شد و در این آتش گرم که یکی از عنصرهای ملی آریایی دانسته می شود، تمام غم و غصه های سال پیشین سوزانده می شود. این است که میگویم با تنتنه: زردی رویم را بگیر، سرخی رویت را بده. در این فستیوال هنرمندان تمام گوشه و کنار کشور هنر خود را معرفی می کنند. از چکن و گلدوزی تا کلالگری و زرگری و آهنگری، هر یک اثر یک پارچه تاریخ ملت منظور اشتراکچیان فستیوال. من آینوربگی هستم. نام من جانانه. در تاجیکستان چقدر شد در تاجیکستان هسته؟ من برای تماشا 1 سال برده در اونجا بردم. 1 سال همینجا هست؟ در دوشنبه. از کجا یاد گرفتید زبان تاجیکی را؟ من در اویل تاجیکی زندگی میکنم. برای شما رسم و عادت تاجیکی معقول؟ بسیار خوب. مثلا خوراک خوب، لباس ها ملی دوست دارم، رنگ رقص میکنم. چی بیشتر به شما پسند آمد در فرهنگ تاجیکی؟ بله؟ در فرهنگ تاجیکی به شما چی بسیارتر معقول؟ کار دسته مثلا بسیار خوب میدوزند. این جشن امروزه چی خیل؟ امروز من موزیکی رقص من دوست دارم. پسندی؟ بله. خوش آمدید به تاجیکستان. نوروز مبارک برای شما هم. نوروز تنها یک جشن نیست، آن پول پیوندگری تمدن و آیین فرهنگ ملت است که این را از شادی و نشاط جهانگردان عالم میتوان احساس نمود.
اینجا هنر سخن میگوید. از گلدوزی نازک تا کلالگری باستانی، هر یک صحنه، هر یک گذر این باغ امروز اثر است که قصه تمدن یک ملت را بازگویی میکند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. این است بینندگان ارجمند آن همه جوهر فرهنگی که در باغ ایران شهر دوشنبه منظور جهانگردان گردانیده شده است. هر یک گوشه این باغ پر از نفاست و جذابی فرهنگ ملی است و اینجا بیایید و از جوهر فرهنگ تاجیکی لذت ببرید. سومنک تاجیکی رمز برکت و فراوانی است. این مراسم است که هزار سالها باز از نسل به نسل میراث مانده است. زنان و دختران گرد یک جمع آمده با سرود و نیت‌های نیک آن را آماده می‌سازند. این نه تنها پختن یک غذاست، بلکه این احیای خاطره و احترام به گذشته و باور بر آینده است که ما هم از شهد این عنعنه اجدادی لذت بردیم. نام من یان شیرین هست. از چین اومدم. یکم بار به تاجیکستان تشریف کردنی هستم. این سال دیدن همون چهاربینی های نوروز خیلی خرسندم. رقص تاجیک، سرودهای تاجیک به من خیلی مقبول شد. خیلی جالب بود است. این خروج چه خیلی مقبول شد؟ نه. خوراک‌های قدیمی تاجیک به من خیلی مقبول شد. این سومنک هم خیلی بامزه بود است. اگر آینده با فرصت داشته باشد بار دیگه میبیام. تاجیکستان بابیس. باد و هوای تاجیکستان و فرهنگ تاجیکستان چی خیلی؟ خیلی خوب. من خیلی دوست دارم فرهنگ شما رو و این جشن نوروز شما رو که در تاجیکستان برگزار میشه. خوش آمدید. بینندگان ارجمند، فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی یک فستیوال عادی نیست. در اینجا در هر یک گوشه عنصرهای فرهنگی تاجیکان منظور جهانگردان گردانیده شده است. این حال ما قرار داریم در گوشه نمایشگاه شهر ترسونزاده و در اینجا عنعنه‌های مردمی وابسته به صنعت معرکه آرایی یا توی‌های مردمی نشان داده شده است. این حال این چادر است که عروس و داماد پشت آن است و در اینجا عنعنه‌های مردمی منظور بیننده می شود. مرحبا. بینندگان ارجمند شنونده دیدید این یک میدان فرهنگی است که جلوی هنر و فرهنگ ملی تاجیکان منظور جهانگردان می‌گردد. این هر یک گوشه این نمایشگاه یک جلوی فرهنگ مردمی است. Assalamu alaikum. Сегодня we are actually celebrating Navruz, and I would say Navruz Mubarak. Tajikistan, very beautiful country, wonderful people. Oh, Bisyor Ush Ahmaded. So you are welcome to Tajikistan, and with great people, great food, very nice food. Bamaza. در این باغ هنرمندان با مهارت و جد و جهد
فرهنگ تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی می نمایند. مهمانان خارجی، عالمان، محققان، پژوهشگران و بلاگ نویسان سطح بین المللی به نوروز تاجیکی آمدند تا از گنج فرهنگی ما ببینند، بیاموزند و لذت ببرند. نوروز تاجیکستان را به جهان معرفی می کند و جهان را به تاجیکستان نزدیک می سازد. بینندگان ارجمند، یادرس می شویم که عنعنه‌های جشن نوروز بین المللی در تمام گوشه و کنار کشور با مرام ادامه دارند. چنانه که اطلاع دادیم ما عین حال در باغ ایرم شهر دوشنبه قرار داریم و این نوبت می خواهیم سوژه را درباره تنتنه‌های عنعنوی جشن نوروز که در نوروزگاه کشور گوشتین بین المللی دایر گردیده ایستاده است در سوژه مفصل از جانب همکارمان فیض الله خالق زاده با هم میبینیم. بله، منظور حالا ما در نوروزگاه شهر دوشنبه هستیم. هوا ابری است، کم کم باران میبارد و طوری میدونیم تنتنه های نوروزی در سراسر کشورمان جریان دارد و اینچنین به استقبال جشن نوروزی بین المللی در اینجا مسابقه کشاد گوشتینگیری خوب صورت گرفته ایستاده است. در این مسابقه گوشتینگیری نه تنها پهلوانان از جمهوری خودمان بلکه از کشورهای همسایه، از جمهوری ازبکستان، از فدراسیون روسیه اشتراک دارند. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون ملی گوشتینگیری تاجیکستان در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار گردید. در مسابقه دسته‌ها از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوغد و ختلان، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، منطقه رشت و دسته فدراسیون ملی گوشتینگیری تاجیکستان دوام بیش از 5 ساعت با هم رقابت کردند. مسابقه از روی قاعده‌های ورزش سنتی دایر گردید که در آن پهلوانان شناخته به مانند شریف جان نظریف، خورشید مجیدوف، منصور رحمانوف، سفیدین خلیلزاده، شادمان رضایف، جهانگیر مجیدوف، حقنظر نظرف، مولا رجب خلیفه‌یف و دیگر ورزشکاران هنر و مهارت خویش را نشان دادند. در ابتدای مسابقه ورزشکاران نورس و نوکار وارد رقابت شدند. بعداً در ادامه روز ورزشکاران شناخته کشور در روند مسابقه اشتراک کردند. مسابقه بخشیده به روز جهانی گوشتینگیری که از جانب فدراسیون بین المللی گوشتینگیری یعنی سانه 22 مارت روز جهانی یعنی که بین المللی گوشتینگیری اعلام کرده شد. این مسابقه به خاطر همین روز برگزار گشته ایستاده است. البته خیلی که میدونیم گوشتین ما این گوشتین تاریخی یعنی که از عنعنوی رشد کرده ایستاده است. ما خواستیم که بخشیده با روز جهانی گوشتین اولین که جشن هست از روی جشن و مراسم های یعنی که قدیمه برگزار نماییم. در برابر ورزشکاران تاجیک، ورزشکاران از جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه نیز اشتراک داشتند. رومان برژنیکوف از فدراسیون روسیه برای اشتراک کردن در مسابقه گوشتینگیری و تاجیکستان آمده است. او نیت دارد که در تمام مسابقه های مضافاتی که بخشیده به جشن بین المللی نوروز برگزار می شوند اشتراک کند. رومان اصلا در گوشتین جودو تمرین می کند. بار اول می خواهد که مهارت خود را در گوشتین ملی تاجیکی بیازماید. Я только сегодня прилетел. Первое впечатление от города очень хорошее, мне он очень понравился. Я, правда, еще не успел его разглядеть полностью, но я здесь долго буду, постараюсь везде побывать. Много кто из моих знакомых был, им здесь очень понравилось. И еда, и природа, и все вообще. И люди, говорят, хорошие. Только положительно отзывались, и мне понравилось. Я решил приехать побороться тут. غالبان بعد انجام هر یک رقابت صاحب تحفه‌های ارزنده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان که از تشکیل کنندگان این چاره‌بینی بودند سرفراز گردانده شدند. برای به دست آوردن شاه جایزه عالی الکترومبیل 2 نفر پهلوان تاجیک سفیدین خلیلزاده از شهر راغون و شادمان رضایف از شهر کولاب بین هم رقابت کردند. سفیدین خلیلزاده با یک پرتافت زیبا شادمان رضایف را مغلوب نموده سزاوار مکافات عالی شاه جایزه مسابقه الکترومبیل گردید. 5 حریف خود را مغلوب کرده و سزاوار شاه جایزه شدم. اولا مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان میرسانم که با ما جوانان و ورزشکاران چنین مسابقه ها برپا میکنند که ما در این مسابقه اشتراک کرده و روحیه ما بلند میشود.
و من خوشبختانه سزاوار شاهجایزه امروزه گشتم. یادآور می‌شویم که مسابقه گوشتین ملی گوشتینگری همساله با مقصد تشویق و ترغیب گوشتین ملی در جمهوری، فراهم آوردن امکانات فراغتی و استراحتی و تأمین عمومیت ورزش در جمهوری، مستحکم نمودن دوستی و رقابت بین ورزشکاران، بلند برداشتن مهارت کسبی آنها، معین نمودن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان، جلب جوانان به ورزش، هوسمندی آنها و معرفی پهلوانان با شکوه و شهامت خاص و سطح بلند گذرانیده می شود. بینندگان ارجمند، با صمیمیت زیاد شما را به تماشای جالبترین و رنگینترین برنامه فرهنگی فراغتی که در نوروزگاه پایتخت بخشیده به جشن نوروز عالم افروز دایر می‌گردد دعوت می‌نماییم. مرحبا. شام نوروز در نوروزگاه شهر دوشنبه با هوای آرمان و آرزو، بزم و رزم و ساز و نوا آمیزش یافته است. هزاران نفر و تماشای پرشکوه‌ترین چاره‌بینی فرهنگی نوروزی در سراسر خاورمیانه تشریف آوردند برای تجلیل جشنی که دلها را به هم می‌آورد. در این چاره‌بینی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نیز اشتراک دارد که از اهمیت بزرگ نوروزی عالم افروز درک می‌دهد. اشتراک راهبر دولت از ارج‌گذاری به ارزش‌های ملی و رشد فرهنگ گواهی می‌دهد. چاره‌بینی فرهنگی فراغتی در آن هنرمندان سطح عالی با برنامه‌های رنگین هنرنمایی نمودند. صدای موسیقی، نوری صحنه و کفکوبی‌های تماشابینان فضای پر از احساس را پدید می‌آوردند. در یک مکان هزاران نفر جمع آمدند تا جشن ملی اجدادی را با تمام هستی احساس نمایند. بینندگان ارجمند، این است هوای نوروزگاه وطن، پر از ساز و پر از راز و پر از شادی و نشاط. نوروز عالم افروز مبارک باشد. مبارک باشد هموطنان. هنرمندان معروف کشور با برنامه‌های جذاب هنرنمایی نمودند. صدای موسیقی، نوری صحنه، گرمی تماشابینان فضا را پر از مهر و محبت و صمیمیت نموده بود. اینجا هر نوا سرودی شادی و نشاط است و هر صحنه تجسم فرهنگی عالی ملت. آتش فتنه جهان رود مرا نکرد خشک، سرگهی جاویدانگی مست در
من و فضلی بو علی درد جهان دوا شود با خیردی حکیمی تو داد جهان روا شود عوج شکوهی کوه شاه سروی آتشی هوشنگ کوهی بلندی روحی من منبری آریاییم اختری کاویانی من نام من و نشانی من سر بکشد زی جانی من اخگری آریاییم اخگری آریاییم ارجی بلندی دولتم گوهری آریاییم تاج سری سعادتم مظهری آریاییم مظهری آریاییم خاوری آریاییم خاوری آریاییم همکنون آسمان دوشنبه با رنگ آرزوها روشن می‌گردد. آسمانی وطن پر از آذرافشانی مهر محمد است این است شکوه نوروزی تاجیکستان نوروز مبارک باشد. این آذرافشان‌ها شب را به صحنه افسانه‌ها تبدیل دادند که تأثیرات آن را پیشکش بیننده نمودن کاری آسان نیست. از این رو احساسی غیر عادی و تکرار ناشدنی این لحظه را در این نوار ببینید. این لحظه ها فراموش نشوندند، لحظه هایی که در خاطره ها جاودانه میمانند. در این لحظه هزار دل با یک احساس میتپند، احساس افتخار، وحدت و محبت به وطن. این لحظه ها خاطره ها جاودانند، خاطره هایی که در دل هر یک اشتراکچی تا ابد باقی میمانند، زیرا که جلوی نوروز تاجیکان آسمان را پر از نور نموده است. نوروز تاجیکان که جشن نور، جشن دوستی و جشن زندگی است، بگذار از قلب تاجیکستان به تمام جهان فلسفه احساس، احترام، خوشبختی و سعادت را ارغوانی بدهد. Праздник Наурыз я знаю очень хорошо, потому что я родилась и выросла в Казахстане. Но здесь он открылся для меня по-новому. Я думаю, что все равно, как бы ни были близки эти страны Азии, все равно каждый привносит что-то свое. И здесь меня просто поразил масштаб празднования. У вас получилось это просто замечательно. Я представляю, сколько сил было вложено, приложено, как долго вы готовились, не знаю. Но результат просто ошеломительный, и это запомнится надолго. Мы приехали сюда на праздник Навруз делегации российских туроператоров и представителей турбизнеса, чтобы познакомиться со страной, с ее туристическим потенциалом. И вот сегодня первый день, мы попали на праздник, на празднование Навруза. Очень масштабно, тепло, с большим размахом.